همزمان با فرارسیدن 24 اسد سال روز پیروزی مجاهدین افغانستان، نمایشات متنوع ورزشی در شهر مزار شریف برگزار گردید. این برنامه با هماهنگی ریاست تربیت بدنی و ورزش بلخ و با حضور ورزشکاران رشته‌های مختلف و صدها تماشاگر برگزار شد و ورزشکاران مهارت‌ها و توانایی‌های خود را به نمایش گذاشتند. مسئولان میگویند هدف از برگزاری این برنامه گرامی داشت از 24 اسد، معرفی از ظرفیت‌های ورزشکاران و قدردانی از حمایت‌های 5 سال گذشته در بخش ورزش است. تقریبا 30 فدراسیون اینجا تشریف آورده، فدراسیون پرورش اندام، فدراسیون کامفورت، تکواندو، موتورسپورت، همه ورزشکارها اینجا حضور یافتند به خاطر استقلال و پیروزی مجاهدین امارت اسلامی افغانستان. تجلیل از روز استقلال امارت اسلامی 24 اسد برگزار کردیم که یگانه دلیلش از ما موتورسپورت انگیزه خوب داره که بر جوانان از بعض مسائل استفاده از مواد مخدر دور باشن و یک تفریح خودمانی است که برای صمیمیت و برای جمع جوش بودن جوانای ما که یک جا به تفریح جمع میشن و زمینه را امارت اسلامی برای ما مساعد ساخته. تمام رشته‌های ورزشی مختلف ورزشی اینجا جمع شدیم تا به افتخار اینمیم روزی که مجاهدین به پیروزی رسیده و مردم افغانستان روز استقلال خود گرفته، اینمی روز ما تجلیل کنیم و تمام رشته‌های ورزشی در این جامعه تا این روز به شکل خوب و شایسته تجلیل کنیم. برگزاری همین مسابقات میتونه که توجه تمام ورزشکارا و جوانان را در خود جلب کنه. بسیار خوب است. از وقتی که امارت اسلامی آمده ما بسیار در فکر آرام، در فکر بسیار راحت مسابقات خود را اندازی میکنیم و خوش هستیم که همیشه همین مسابقات ما را اندازی کنیم. شماری از ورزشکاران ضمن ابراز خوشی از راه اندازی چنین نمایشات، برگزاری این گونه برنامه‌ها را در رشد و توسعه ورزش و ایجاد انگیزه برای ورزشکاران مؤثر دانسته و خواستار توجه بیشتر به ورزش و حمایت از ورزشکاران شدند. نمایشات ما از تمام ورزشکاران فدراسیون پارکور و بایسکلرانی، موتورسکلرانی، فدراسیون موتورسپورت هم اشتراک داشتند و ما بسیار خوشحال هستیم که چنین نمایشات برگزار می‌کنند و ما می‌دانیم که تمرینات بیشتر انجام می‌دهند. مناسبت پنجمین سالروز استقلال امارت اسلامی افغانستان نمایشات بزرگ را در شهر مزار شریف برگزار کرده و شما شاهدش هستین که چگونه ورزشکارای ما و قهرمانای ما می‌درخشند. این برنامه در حال برگزار می‌شود که مسئولان ورزشی بر گسترش فعالیت‌های ورزشی و حمایت از ورزشکاران در ولایت بلخ تاکید دارند.